салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. Шалои гулхоҷа ҳастам. дар хидмати шумо имрӯз 9 сентябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. таҷлили пуршукӯҳи ҷашни 30-солагии истиқлолият бо раҳпаймоӣ дар пойтахти Тоҷикистон ва консерти Дона. тиру шалоқи Толибон азми занони Афғонистонро шикаста наметавонад ва чӣ гуна ба унвони афғон дахолати хориҷиёнро сабаби нооромиҳо дар кишвар медонанд. افغانستان یک کشور مستقل آزاد هست و همیشه می باشد. марг бар асари дарди қалб буд ё шиканҷа? шубҳаи пайвандони як сокини шаҳри Хуҷанд ки барои бозпурсӣ ба шӯъбаи пулис бурда шуд вале тани беҷонашро бозпас доданд. имрӯз аз мустақилияти Тоҷикистон расо 30 сол мегузарад. ҷашни истиқлоли имсол дар кишвар дар муқоиса ба солҳои гузашта бошукӯҳтар баргузор мешавад. 9 сентябр дар маркази шаҳри Душанбе роҳпаймоӣ барпо шуд ки ба гуфтаи мақомот дар он беш аз 30 000 нафар иштирок карданд. барои ширкат мақомот кормандони ниҳодҳои давлатӣ, донуиҷон ва ҳатто мактабхонҳоро ҷалб намуданд. дар назар аст ки шоми имрӯз дар наврӯзгоҳи пойтахт маросими фарҳангӣ доир шавад. таи чанд моҳи ахир садҳо нафар аз ҷумла донуиҷони пойтахт ба ин чорабинӣ омодагӣ диданд. баъзе аз онҳо дар гузашта гуфтанд ки масъулини донишгоҳҳо онҳоро таҳдид карданд ки агар дар маршировка ва ё чорабиниҳои ба муносибати ҷашни истиқлол иштирок накунанд аз донишгоҳ ихроҷ мешаванд. дар Афғонистон бо вуҷуди таҳдиду зурии Толибон рӯзи 8 сентябр тазоҳуроти занон идома ёфт. эътирозҳои занон ки Толибон онҳоро аз бисёри ҳуқуқи инсонияшон маҳрум карданд дар шаҳрҳои Ҳирот, Мазори Шариф ва Қундуз сурат гирифт. Толибон ҳам дар тазоҳурот бераҳмона занонро латтукӯб ва пароканда намуданд. با وجود تیراندازی و شلاق‌زنی تظاهرات زنان افغان به ضد طالبان زیاد می شود. آنها با طلب حمایت حقوق خویش به خیابان‌ها می‌روند و از کسی هم نمی‌ترسند. 7 سپتامبر یک تظاهرات بزرگ زنان در کابل را با تیراندازی به هوا پراکنده کردند. تظاهرگران به ضد پاکستان هم شعار می‌دادند چون به قول آنها ISI خدمات جاسوسیش به طالبان کمک می‌کند. ما آیسا را نمی‌خواهیم که برای ما حکومت بسازد. افغانستان یک کشور مستقل آزاد هست و همیشه میباشد. اما هیچ وقت خواهان پاکستان در کشور ما نیستیم. پاکستان از افغانستان بیرون شود و مداخله‌های خود بند بسازد بالای افغانستان. تظاهرات نه تنها در کابل، در مزار شریف هم بود. رادیو آزادی با فرشته موحد یکی از تظاهرگران صحبت کرد. امشب ما در یک گروپ از خانمایی که هستیم، ما حتی گفتیم برابر یک چادر ما جای آن باشه، ما از وطن خود باید دفاع کنیم. ما خودم 2 طفل دارم، 2 طفل خود قربانی از وطن میکنم. خود قربانی از وطن میکنم. وقتی اینقدر جوانای ما شهید شده، ما چرا شهید نشم؟ فرشته میگوید طالبان کارخانه لباسدوزیش را بستند. ما چیز ما امروز بسته کردیم. پس بنا خودتان ببینید که خانمی که چندین جای کار میکرد امروز در خانه شیشته. پس مثل ما ولی چقدر خانم‌های دیگر در خانه است. ما تقریبا 15 فامیل همراه ما کار میکردن. تظاهرات روز 8 سپتامبر در کابل ادامه کرد و این ویدیویش به دستی رادیو آزادی رسید. در شهر قندوز گروه از زنان برقپوش به نشان حمایت از طالبان راهپیمایی کردند. امید مرزبان خبرنگار رادیو آزادی میگوید این نسل زنان افغان از حقوق خویش دست نمیکشد. آنچه ما می‌بینیم بیانگر تغییرات است که افغانستان در 20 سال گذشته داشت. دستاوردهایی که زنان افغان از آنها میگویند. ما آن را در کوچه‌های کابل می‌بینیم که چگونه زنان دلیرانه رو به روی طالبان می‌ایستند و حق خویش را طلب می‌کنند. آنها جان خود را در خطر می‌گذارند. شاید تعقیب شوند، ولی با وجود این دلیرانه به کوچه می‌روند و شعار می‌دهند و حق خود را طلب می‌کنند. and chant slogans and seek their rights. طالبان با رسیدن به قدرت وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند.
20 سال پیش در همین روز احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و از چهره‌های شناخته توجیکان آن سوی آمو کشته شد. او را دو تروریستی القاعده در نقاب ژورنالیست به شهادت رساندند. در تاجیکستان هم از احمدشاه مسعود خاطره‌های خوبی به یاد مانده است، به خصوص خدمت‌های او برای برقراری صلح در تاجیکستان. حالا پسر احمدشاه مسعود مقابل طالبان جبهه مقاومت را رهبری می‌کند. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. به این طفل که روزی 7 سپتامبر در دوشنبه به دنیا آمد مسعود نام گذاشتند. مادر و پدر او میگویند نام به شرف احمدشاه مسعود پدر و احمد مسعود پسر گذاشته شد که هر دو رمزی ننگ و ناموس و آزادی اند. پدر 20 سال پیش 9 سپتامبر سال 2001 در یک حمله تروریستی کشته شد. پسر حالا برای حفظ ننگ و ناموس و سرزمینش قد افراشت. مسعود را میشناسند و سیمای او برای توجیکان چه اهمیت دارد؟ بیاید پاسخ را بشنویم. احمدشاه مسعود یکی از قهرمان‌های میباشد که به نهایت قهرمان شایسته جهانی هم گویم خطا نمیکنیم، برای آنکه در خلق تاجیک دستگیری آن کسان به نهایت بسیارتر نظررس بود. قهرمانی نایاب است مثلا. میخواست که صلح کنه، چی در افغانستان چی در تاجیکستان، چی افغان است و تاجیک است، میخواد که صلح شود و مینه نیوای همین به تمام همین قمینه داشت. نمیشناسم کجا بچه جوای همیشه میسورگا و می چی خلق بود تاجیکو دا اینا بود پنشیر حاضر جنگ رفته است افغانستان دا. برای تاجیکا چیکار کردگی است؟ تاجیکای تاجیکستان چیکار کردگی است؟ بسیار تاجیکای همه تاجیکستان وقتی همه چی را بسیار خوبی کرده و وقتی چی بود که بود جنگ شهروندی بود و همه رفته بود همه بسیار خوبی چی کرده دستگیری کرده خلق تاجیکان. احمدشاه مسعود قهرمان افغانستان است، لیکن خیلی برای تاجیکا خیلی در یوردن کشای خوب کردگی استقلالیت از سال 93 تا 96 خیلی تاجیکا رو دستگیری کردگی است. شاید نظر ساکنان دوشنبه شدیم، ولی شما بینندگان عزیز اگر نظری دارید درباره احمدشاه مسعود لطفاً برای ما نویسید. برنامه را با خبر و گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. در ازبکستان از 6 سپتامبر امسال دادن ویزاهای الکترونی را به خارجی‌ها بس کردند. وزارت کارهای خارجی ازبکستان خبر داد که قطع ویزاهای الکترونی به کار اصلاحی در نظام ویزادهی مربوط می‌باشد. ویزاهای الکترونی به شهروندان کشورهای خارجی داده می‌شد که ازبکستان با آنها ترتیب ساده رواق را برقرار کرده است. این گونه ویزا را شهروندان خارجی دسترس می‌کردند که با هدف‌های سیاحی و به مهلت تا 30 روز وارد ازبکستان می‌شدند. میرویم به شمال تاجیکستان. یک ساکن شهر خوجند ادعا دارد که کارمندان پلیس شوهرش را بازداشت و بعد از 15 ساعت جسدش را به آنها دادند. نزدیکان آتاجان ددابویف 53 ساله باور دارند که او شکنجه شده است، اما مقامات این را رد می‌کنند. در گذشته نیز حالت‌های جای داشتند که ساکنان این یا آن منطقه بعد بردن به شعبه پلیس به هلاکت رسیدند. جزئیات بیشتر در گزارش مولارجب صوفی. نزدیکان آتاجان ددابویف بر رادیوی آزادی گفتند روز 31 آگوست ساعت 9 2 نفر با لباس ملکی به منزلشان آمده سرداری خانواده را با خود بردند. به گفته فاطمه زاکر و همسر آتاجان ددابویف، این 2 نفر که بعداً فهمیدند کارمندان شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته هستند، حتی به شوهرش اجازه عوض کردن لباس را ندادند. فاطمه زاکر و گفت که پسرش تا بگاه در نزد بینای شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر خوجند منتظر برآمدن پدرش بود و نصف روزه برای او خوراک هم برد.
ولی به گفته ذاکر مقامات تا بگاه شوهر او را جواب ندادند و گفتند که او را بازپرسی دارند. فاطمه ذاکر گفت که بعد از 15 ساعت بازداشت شوهرش یعنی ساعت 11 آگوست مقامات به آنها زنگ زده گفتند که به بیمارخانه بیایند و به گفته فاطمه ذاکر در آنجا فهمیدند که شوهرش آتاجان دادابایف وفات کرده است و مقامات با او گفتند که سبب مرگ شوهرش بیماری دل بوده است. هرچند این ساکن خوجند میگوید که شوهرش هیچگاه بیماری دل نداشت. مقامات تا حال رسما این قضیه را شرح ندادند. تلاش‌های دو روزه ما برای گرفتن نظر از دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت بی نتیجه بود. تنها یک نفر از کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت به ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت که سبب مرگ آتاجان دادابایف بیماری دل است و او را کسی شکنجه نکرده است. ولی نزدیکان آتاجان دادابایف باور دارند که سبب مرگ او شکنجه می باشد، چون به گفته آنها صبح وقتی که او را کارمندان میلیسا با خود بردند سلامتیش خوب بود و هیچ شکایتی نداشت. آنها میپرسند که چگونه ممکن است یک انسان سالم بعد از 15 ساعت بازداشت وفات کند. در تاجیکستان دادابایف یگانه نفر نیست که بعد از بازداشت از سوی کارمندان پلیس در شرایط مرموز می‌افتد. سالهای گذشته نیز چندین حادثه‌های مانند به این رسانه شده بود، از جمله قضیه عبدالرسول نظرف ساکن شهر کولاب که سال 2018 با گمان قاچاق مواد مخدر از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا بازداشت شد و بعد چند ساعت در بیمارخانه درگذشت. نزدیکان او هم باور دارند که عبدالرسول نظرف از شکنجه فهمیده است، ولی مقامات تا حال نتیجه های تحقیق این پرونده را اعلان نکردند. شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها یکی از مشکلات دیرینه مقامات قدرتی تاجیکستان گفته می شود. مقامات گفتند با این پدیده مبارزه به امان دارند و یکی از هدف‌های اساسی اصلاحات در صف میلیسا هم از بین بردن شکنجه می باشد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. کمیته ملی المپی توجیکستان خبر داد که در دوشنبه 12 سپتامبر با شرکت پهلوانان از 13 کشور دومین مسابقه بین‌المللی اوید به گشتین ملی برگزار می شود. رقابت‌ها در 5 وزن میان مردان و در یک وزن یعنی 65 کیلو میان زنان صورت می گیرد. غالبان هر 6 وزن با شوق جایزه‌ها اتومبیل سبک‌رو مکافانیده می شوند. همچنین برندگان مدال‌های نقره سویب $3000 آمریکایی و برندگان مدال‌های برنجی سویب $1500 می گردند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی و در یوتیوب گذاشته میشوند. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.